لطفاً توجه کنید، این روزها این جمله رو خیلی میشنویم. هشدار جراحان قلب به سالمندان عزیز: پیاده روی همیشه بهترین راه برای سلامتی نیست و گاهی وقتا برای شما مضره. احتمالاً این جمله رو از همکاران من خیلی شنیدید، مخصوصاً سالمندانی که ضعف عضلات، درد مفاصل و گردش خون ضعیف دارید. نباید همیشه روی پیاده روی حساب کنید. آیا این جملات درستن؟ از لحاظ علمی این ثابت شده یا نه؟ چه روش‌های جایگزینی برای پیاده روی وجود داره؟ امروز همه اینها رو دقیق بررسی می‌کنیم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. رود مصری هستم، محقق سبک زندگی سالم. اگر بالای 60 سال دارید، عضلاتتون ضعیف شده، مفاصلتون درد میکنه، گردش خون ضعیف دارید و بعد از کمی فعالیت شدیداً خسته میشید، بدونید که میلیون ها سالمند شرایط شما رو دارن و شما تنها نیستید. عزیزان، اگر ثابت شد که پیاده روی برای شما مضره، چند تا روش جایگزین و البته یک برنامه غذایی بهتون میدم که مشکلتون حل بشه. 5 تا حرکت مخصوص جایگزین پیاده روی برای شرایطی که هوا بارونیه یا آلوده است، شما وقت ندارید و شرایط بدنیتون برای پیاده روی مناسب نیست. دوست دارم در کامنت ها به ما بگید کدوم از حرکت ها رو قبلا انجام میدادید و یا بعد از این میخواید انجام بدید. راستی این نکته مهم رو از من به یادگار داشته باشید. مزاج شما برای پیاده روی، زمانش، کیفیتش خیلی مهمه. اگر مزاجتون رو نمیدونید، حتما در تلگرام به ادمین پیام بدید. حرکت اول، قبل از اینکه پیاده روی رو بررسی کنیم، 5 حرکت رو میگم و بعد در مورد پیاده روی نظر علمی رو بیان میکنم. حرکت اول، حرکت پا در حالت نشسته. در این روش جریان خون از پاها به سمت قلب میاد. این رو فراموش نکنیم که پاها قلب دوم ما هستن. روی صندلی صاف میشینیم. اول پاشنه پا رو بالا میاریم، چند ثانیه نگه میداریم، روی زمین قرار میدیم و بعد پنجه پا رو بالا میاریم، چند ثانیه نگه میداریم و بعد دوباره روی زمین میذاریم. پاها رو عوض میکنیم. این میشه یک حرکت. عزیزان، خیلی از سالمندان روزانه هنگام تماشای تلویزیون 20 الی 30 بار این حرکت رو انجام دادن و اوضاع عضلات، مفاصل، پاشون خیلی بهتر شده، قدرتش برگشته و ورم پاشون بهتر شده. حرکت دوم، شنای روی دیوار. برای اینکه حرکات مناسبی انجام بدید، نیازی به باشگاه نیست، نیازی به دراز کشیدن روی زمین هم نیست. کافیه که شما دستهای خودتون رو هم سطح شانه روی دیوار قرار بدید و بعد آرنج خودتون رو خم کنید، نزدیک دیوار بشه سینه هاتون و برگردید. این میشه یک حرکت. روزی 20 الی 30 بار این رو انجام بدید برای تقویت ران، عضلات، کمر. این خیلی مناسبه برای سالمندانی که پاهاشون ضعیفه، کمر ضعیفی دارن، کمر درد میگیرن، این حرکت رو حتما جدی بگیرن، براشون خیلی مناسبه. خب بریم سراغ حرکت سوم، بالا آوردن پا در حالت نشسته. شبیه حرکت اوله اما تفاوت‌هایی داره. این برای کسایی که رانهاشون ضعیفه، عضلاتشون ضعیفه، پاهاشون ورم میکنه. در این حالت شما باید روی صندلی صاف بنشینید، حتما یه پشتی قرار بدید، یک پاتون رو کامل بیارید در روبروی خودتون، چند ثانیه نگه دارید و بعد پای دیگر رو روش انجام بدید. عزیزان، این میشه یک حرکت. روزی 20 الی 30 بار اگر این رو انجام بدید، پاهاتون قوی تر میشه. خیلی از سالمندان بعد از چند هفته انجام این حرکت پاهاشون قوی تر شده، عضلاتشون قوی تر شده. این حرکت رو روزی 20 الی 30 بار حتما انجام بدید و شما میتونید از این حرکت هایی که گفتم هر کدومش رو روزی 1 بار انجام بدید یا 2 الی 3 تاش رو انتخاب کنید. حرکت بعدی، تمرین فشار دست. یه حرکت کوچیک اما خیلی موثر. عزیزان، سلامت قلب حتما مربوط به عضلات بزرگ نیست. گاهی وقتا همین تمرین کوچیک فشار دست میتونه فشار خون رو پایین بیاره، سیستم گردش خون رو تقویت کنه. خیلی از سالمندان چند هفته این حرکت رو انجام دادن
و ضربان قلبشون منظمتر شده. کافیه که یه توپ مثل تنیس رو کف دست بگیریم، چند ثانیه فشار بدیم و بعد دست رو رها کنیم. روزی 20 الی 30 بار این حرکت رو انجام بدید. فراموش نکنین که حرکات کوچیک میتونن تأثیرات بزرگی داشته باشن. حرکت بعدی نشستن و بلند شدن روی صندلی. این هم حرکت کوچیک و ساده‌ایه اما خیلی موثره. دست ها رو مقابل میگیریم، صاف باید باشه. این نکته رو فراموش نکنیم، یه پشتی برای صندلی بذاریم. بلند میشیم، چند ثانیه وای میستیم و بعد میشینیم. برای تقویت عضلات ران، برای تقویت پا و مفاصل خیلی مفیده. خیلی از سالمندان روزانه 20 الی 30 بار چند هفته این حرکت رو انجام دادن و قدرت پاهاشون رو برگردوندن. اما حرکت بعدی که بهترین مورد این لیسته، وزنه زدن. تحقیقات جدید نشون داده روزانه نیم ساعت وزنه زدن میتونه جایگزین خوبی برای پیاده روی بشه. سالمندانی که این حرکت رو انجام میدن تا 34% کمتر در معرض حملات قلبی هستن. عزیزان، روی 32,000 مرد این آزمایش انجام شد. فراموش نکنید این حرکت ساده است اما تأثیرات بزرگی داره. روزی نیم ساعت کافیه شما وزنه بزنید. خب نکته‌ای که در مورد پیاده روی میخوایم بگیم، آیا پیاده روی همیشه فایده داره یا این که میتونه بعضی مواقع مضر باشه؟ ابن سینا در مورد پیاده روی میگه بهترین جایگزین برای حجامته. شما در حجامت خون کثیف رو خارج میکنید و جریان خون رو تقویت میکنید. وقتی که پیاده روی میکنید این عمل در بدن شما انجام میشه بدون اینکه حجامت کنید، مخصوصا سالمندان که نمیتونن مثل جوانها حجامت کنن. پس عزیزان، این تعریف و تحقیقات دیگه نشون میده پیاده روی همیشه میتونه فایده داشته باشه اما شرایط بدنی هم مهمه. شرایط بدنی خودتون رو حتما بررسی کنید، ببینید پزشک چه چیزی به شما توصیه کرده. در کنار پیاده روی تغذیه‌تون باید درست باشه. حرکات جایگزین رو حتما باید انجام بدین. یه برنامه ریزی درست باید برای پیاده روی بچینید. فکر نکنید با روز 1 ساعت پیاده روی تمام مشکلات حل میشه در حالی که تغذیه‌تون رو درست نکردید، این حرکات جایگزین رو انجام ندادید، در حالی که هوا بخواد آلوده باشه یا بدن شما آماده نباشه. و مزاج هم خیلی مهمه. مزاج بدن شما اگر گرمتر باشه خب پیاده روی بیشتری انجام میدید. اگر سرد باشه پیاده روی کمتر. برای اینکه مزاج خودتون رو بدونید حتما در تلگرام به ما پیام بدید.